نرخ آن مساعدت کند. قیمت‌ها کشید با سودا کم تاسیس چاپ سوز میشه. مثلا آدم ارزانش میگیره 3 تا از میگیره 1 تا اگر قیمت شود یا مثلا نیم تا میگیره. در بازار و فروشگاه‌های کشور نوع‌های گوناگون حسیب و دیگر محصولات‌های گوشتی فروخته می‌شوند. هر یک از آنها خریدار خود را دارند. کلباسه ما 20 تومان سر کرده تا 38 تومان کیلوش. این کلباسه 20 تومانش بسیار دانشجو استفاده این برند. بعدی قیمتش هم مردم کمتر بود داشتگی. حسیب یک غذای معمولی مثال شخصانی کمتر سطح پایان‌تر، یعنی که زندگیشون از ثروتمندان پایان‌تر میباشد که حسیب‌های گوناگون را استعمال میکنند. این با گمان من تاثیر منفی خودش را با بودجه مثال عائله هر یک همان شخصان میرساند. چی طوره که خود شما نیز میبینید نزد دکان‌های گوشت فروشی نظر بر راسته فروشی محصولات‌های حسیبی کم خریدارتر به نظر میرسد. گوشت رید خرید کنیم برای گو مهمون بیا بعد. اگر بازم قیمتش برای شما چی پرابلم؟ بس میکنیم گوشت خوری کلباسه خوری. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی، دوشنبه.